زنگارستان باردار همین جاکو در همین توجیکستان این همه حوزه قشلوقو دا سوید نیست سوید تو را میکشن بله گفتم کو پیشکی اکایی همین ایو کو باخدان خیلی درو ایگاب میزنن یک دیگه مشکل باردار جون آخه این همین نرخ نو کو این نرخ نو این همین اوقتا مقصد آب روغانی همین یک بقلشکر روغان 100 سومون شده بیا یک بقلشکر روغان 80 سومون نبود نه اوزی قریب 95 سوم شده بیا قریب 100 سوم شده بیا بعد نرخ‌ها برادر فرق هم میکنن مثلا در ولایت سوخ ارزان تره ولایت سوخ ده دوشنبه ده کم تر قیمت طرف خطلون رفت طرف قیمت چیدن میگیره مو ده 95 سومون های انا او 250 260 سومون های او خب بو چیه جا همین آخی بسیار چیزو قیمت تجربه همه چی قیمت کخم از ازبکستان میواردم 22 سومون بود اوزی توجیکستان در توجیکستان استحصال میشه 36 سومون شد ایران هم میواردن اون من کردن توش مالی اینه باردن مالی اوش نکی خیلی باخدو ما حیرون مامی حکمت جورا نگومید من نمیدونم این حکمت نیست این حکمت دوری نیست این رژیم میگن این حکمت نمیگن این رژیم یا گذشته گفتم کو یا فکر میکنن که همین مسئولیت نمیفهمن این وظیفه را یا فکر میکنن که ما باید که نمیجا 5 سالیم یا که نمی وظیفه دهیم باید بدزدیم باید که جمع کنیم اگر یا ای منصب رفتنی باشن کو یا که بدونن که مردم رو چپا میکنن یا سون جمع نمیکنن یا سوما برای چی جمع میکنن به خاطر سوم جمع میکنن میدونن که یا رایج که نمیمونه خیلی یک عمر در منصب استن یا برای هم قسم جمع میکنن میدونن که هر روزشون بسیار روزی بده سامیه گفتن جمع کردن برادر جون 4-5 تا گیس چند جوهی کردن من نمیدونم این گیسو کجور اسوید اول یعنی موضوع سهمیت هم میم اساس سخنرانی امروز انشاءالله درباره هم سهمیه و نیروگاه برای دای برای میم خب اینجا من گفتم برادر که همه کارمندان شبکه برق اعلام کردن 10 دکبر که تمام محدودیت یا که برق خاموش کنی از بین رفت نه که یک هفته بعدش دوباره گفتن که در دهاتو میکشیم از 11 شب تا 6 سر اما در بیناهای بلندوشیانه برق هست شما تنها شب در نظر دارین که برق میکشن که روز ده یا روز ده میکشن اینا ما باور دارم روز ده میکشن برادر جون روز ده خوب بسیار وقت روز ده میکشن بعد 11 شب میگن درو میگن مخدونی شب ده خوب میکشن نه بو یا خیلی وقت روز دارن سویتا موزیکا کارگر میکشه گریان میکشن انا پیش گپ در برادر گرامی یک چیز هم میدونی که در همینجا بعضی بیچاره اکو چند سال پیش من میشنویدم دیسک بدکو وقت دیسکوشون میسوزه مکتفونوشون میسوخت وقتی قواز یاد نمیشی در خیلی بسیار میکشن گفتی خودت سویتا موزیکا تلفنشون میسوخت یا که تلویزیونشون خیلی تیفالی تا چیزای برقیشون کو یک طرف یورا کی جوابشون میداد هیچ کم نمیپرسن همین را میدونی که یک همین برادر گپ اساس بگیریم که وقتی که برادر پیش گفت بخشش وقتی که اساس بگیریم وقتی سویت هم میکشن گریون میکنن چی او شعر بیمیشود در خلق کو خلدنینی میسوزد تلویزیون میسوزد یا یک اتفلینی میسوزد لوبای چی ممکن آدمی هست که چیزیش که گریونه سویت میمره آیادش میره وقتی سویت مقصد همون را کشتم یا نکشتم میبویم میرم سوید میشن نیازی دونی همون خونه لبوی چی باشد در میگیرم اونجا این شیربو را خوب ایو با خدا قسم با کلم ای وابشه نمیگیرن بله یورا به نظر نمیگیرن همیجا یو میدونی یک جنایت چون چیه یک جنایتی از صدها جنایت چون همین برخ یک نفر خاموش میکنه که یک محله یک نوحیه یک رایونه یا باید پیشکی آگاه کنن در حتی یک روز پیش بگن که ما فردا یعنی ساعت به این ساعت کشتنش وقت چه بگه گریون کردن کو روشن کردنش وقت چه بگه که ایمی ساعت به امی ساعت ما برق شما را خاموش میکنیم سببش هم بگن که ریموند رفته است تعمیر یا که چی گپی است باید بگن
در خونه شیشتگی نو پرسیده میبینیم برق خاموش شد مردم آموخته شده دیگه میدونه که برق خاموش میکنه ای بچه همون مامای ما خدا جایش در جنت باشه ای بچه سویت کشه بکشه این همین دور هم میکنه راست میگی برادر. همین دور هم میکنه این برادر همه اقرار میکنه بخدا بود لوبوی آدم بخدا هم دوم میکنه همه اقرار میکنه سویت کشه میگن بله بعضی دیگه دختراشون اقرار میکنن زناشون نه که کو برادر ما زنگ میزنه میگیم برای چی میکشینم میگم میگه ای بولوش که جای بولو نمره بولو را که خیلی بزنیم زنگ مقصد برای چی کشیست میگم میگم اکمون دودا نمیتونیم جوینده یا بانده میگم تلفون رو میکشن میترسن ما یک پیغام دیگه یک جون ممکنه گذارم بله بفرما همین اگرونیسمان که وست تاجیکستان مقصد ای حسن وست خلق تاجیکستان مقصد قرضو شده کو مقصد پولی همون مردم بود یکون شبانه نگردیم این هم لیچ نه ایمو قرضوران میریم بخدا میگیم که پولی مو را بتین میگه که در جوش این هم کانسانی را بگیریم کانسانی 10 سال کار کرده زور برا 500 سومون میرا میگه که 5000 سومون یا 4000 سومون حسابش کنیم میگه بگیریم شما دمی فشخ چون نو میگیرن یا اینکه اگه یک خولین کهنه 3 با 5 بود یک خولین کهنه را بانام الله میگه 7000 سومون نبگیریم یک بچه بگیریم درمون چونه کنیم دست همون میزنیم او دا پول دار کنه پول نمیتونم یک سال زیاد میشم و افشه کپی دودگی نیستم 100 سوم به 100 سوم گفتم میتونیم 500 سومی درجه میتونیم گفتم و افشه نمیدونم ایش در کله ایش میزنه ایش در کله رنگی نمی خیلی که میمون بازی گفتی مردم ما میمون بازی یگون بودک میمیش در کله ایش میزنه کوینه هری میمون بازی میکنم میگردم همو خیلی مردم افریب میکنن یعنی مردم مسخره میکنن نه که ما باور دارم که با خشم غضب مردم گرفتار میشوند رئیس بانک یعنی اگرونیس بانک یک فیلالش رفتیم خیلی پولا تیفتیم سوسه خیلی گفت گرفت با زوری که زدنی بود که خیلی زدیمش با اوجا خوبش کردین؟ بچه های ششم آدیل ده کیب ده که اوجا با اومدن شما حق ندارین سوسه زدن ده مفتی حکر قرضو را میدون این قصولش دیگه قرضو را پولی مو را نمیسته چخیلی نمیزن این مردک خیستن داری کرسلو شده برای چی شده داری کرسلو برای فریب کردن مردم جیب شفره کردن فریب کردن مردم اکجون این همی که ما یا سکرت چه فهمیدیم اون همی لوگوی چیز اکو این همی 4-5 هزار سومون مقصد در ما میفروشه کن همون را میگیرن در رو جا فرمید میکنن 5 هزار بفروشه میگیرن فرمید میکنن 2 هزار 3 هزار در جیبه بله اینو همش همو ای رحمانوف چی میگیرن تعلیم میگیرن تانش نه اینا نه که انشاءالله که در نوم الله جونم این برادران همه بخیزم برنامه خدا قسم که این او قشنه مونده بله این نگاه کنین به دوری مردم ها خیلی فرق میکنه 5 سال پیش مردم ها دیده چه خیلی انا این برادر این همو برادر در توجیکستان بخلقو این هم در توجیکستان موج اینترنت هم کمی ضعیفه خیلی الو اینترنت هم کمی ضعیفه با وی رو مگین نه اکجون اینترنت یا بیش نیستیم کرده برای که اینجا خیلی نمراتون همه تو چیه اما کمپانی شما چی کردگی های محدود کردگی های شبکه فیسبوک ها امروز یک زنگ زد همی گفت گفته بود این تاجیکستان شبکه فیسبوک اینستاگرام و یک دیگهش چی بود 3 شرکت یا 3 سایت
مسدود یا که محدود کردگی میگه через VPN میدرویم نمیشه در اومده مستقیم میگه همین کمپانیش راست میگه این همین که دبن مستقیم میشه این همین ای طرفش بکنو کدام روزی که میشه ای طرف این شما یا تای محمد اقبال ای کو ای و ای هم همیشون همین تو دکو همین اینترنت های مردم کو در همین توجیکستان سلابی میشه با غیر از این مگابایتاتون هم میدزدن غیر از این مگابایتاتون هم میدزدن مگابایت همون اکاجو مو باخدو بیزور شدیم ای مگابایت خیره 20 سومون دا 1000 مگابایت میخریم نمی هم میدرویم فرق رسخود میشه نمیدونم چه خیلی رسخود میشه هیچ تماشا نمیکنیم خب برادر عزیز هیچ مقصد آخران صحبت اگه چی گفتنی باشه مرحمت و مردم صحبت کنیم انشاءالله که با در تماسیم ما هم با مردم گفتنیم برادران یعنی برادران یعنی مقصد دل گفتداری که یعنی ما در توجیکستان یعنی در ختنون برادران که دل گفتدار همیجا از درد دوران همیجا نیکو دوران که هم خیلی کم ترک اسیچکا میگن چی میگن همه خیلی شود همون بخیر سپیچکا شیدک چند بوره چند باشید کن شید چی چند بور او زنب کشید نه مردکا هم شید ما خاطررسان میکنم برادر خاطررسان میکنم 17 ایولی سال 2020 در ولایت ختلون در شهر بختر یا که ناحیه خراسان ده مردم خراسان وقتی فریب کردن زمین چی آبخیزی اومد کو بالاشون سیل اومد نخستان راه را چخیل محکم کردن 6 نفر از زندان کردن تا از او را آزاد نکردن بدبخت و غیر از این در پامیر ما و شما بدخشان ما و شما هم جوانو خسته بودن یعنی سپیچکا هم اما خیلی انشاءالله مردم میخیزه برادر انشاءالله بخیزم اخی برادر میگردیم خیلی بخنو بیزور شدیم بانو میالو کو بیزور شدیم خب نه شما بگیریم گرازدانی افغانستان کنیم خودمون بدرویم یا نوزن بریم نه خب برادر عزیز ما در اخیره پیشنهاد میکنم خفه نشی همین عکس علیش کنی خوبتر میشه با فایده خطر عکس کی در چی دوری کو واتساپ خدا نگهبان ان شاء الله با در تماسیم ما ان شاء الله خوب